سلام، به یکی از ویدیوهای دیگر ما خوش آمدید. امشب قصد داریم تا با هم دیگر و معرفی یکی از ترسناکترین عروسک‌های دنیا بحث نماییم. معرفی شخصیت چاکی. وقتی اسم عروسک‌های ترسناک من میان می آید، یکی از اولین نام‌هایی که به ذهن خطور می کند چاکی است. عروسک کوچک، قرمزمو و البته دوزداشتنی که داستانش همه چیز را تغییر می دهد. اما این عروسک فقط یک اسباب بازی نیست. او قاتل بیرحم است که از دل یکی از نمادین ترین فیلم های ترسناک تاریخ بیرون آمده است که امشب میخوایم در رابطه با این عروسک یک بحث کوتاه داشته باشیم. خیلی خوب. تولد چاکی. ببینید، شخصیت چاکی اولین بار در سال 1988 در فیلم به اسم چایلدز پلی خلق شد. این فیلم با کارگردانی تام هالند و نویسندگی دان مانچینی داستانی را روایت می کند که در آن روح یک قاتل سریالی به نام چارلز لیری با استفاده از جادوی سیاه به بدن عروسک انتقال داده می شود. اما آیا می دانستید نام چاکی از 3 قاتل واقعی الهام گرفته شده است؟ چارلز مانسون، لی هاروی اسوالد و جیمز آر ری. حالا بریم روی ظاهر و طراحی چاکی کار کنیم. خیلی خوب. ظاهر و طراحی چاکی. یکی از عوامل موفقیت چاکی طراحی دقیق و ترسناک اوست. در ابتدا چاکی به عنوان یک عروسک دزدداشتنی و معصوم ظاهر می شود، اما با پیشرفت داستان چهره او تغییر می کند. زخمها، خنده شیطانی و نگاه سردش همه نماد او از جنون هستند. این تضاد بین ظاهر کودکانه و اعمال وحشیانه چاکی ترس او را دوچندان می کنند. و این را هم براتون بگویم که عروسک چاکی هم درست مثل عروسک های دیگر مثل آنابل بعد از اینکه فیلمشون به بازار عرضه شد خیلی شهرت زیاده به دست آوردند. بسیار خوب، ما تا اینجا خیلی از چیزها در رابطه با داستان، ظاهر و طراحی چاکی فهمیدیم. حالا بیایید تا داستان فیلم اول را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم. فیلم چایلدز پلی داستان پسر به نام اندی را روایت می کند که یک عروسک به نام چاکی را هدیه می گیرد. اما طول نمی کشد که اندی متوجه می شود این عروسک فقط یک اسباب بازی معمولی نیست. چاکی به شکل خشن به قتل‌های می پردازد و تلاش می کند تا روح خود را به بدن اندی انتقال دهد. اما می دانید چی چیزی را داستان را هیجانی می کند؟ این مبارزه نفسگیر بین پسر کوچک و قاتل بیرحم یکی از هیجان انگیزترین داستان‌های ترسناک سینما هم به شمار می رود. اما خب این فقط یک فیلم است و در کل فیلم چایلدز پلی تقریبا 4 قسمت دارا می باشد. تکامل شخصیت چاکی در دنباله ها. پس از موفقیت فیلم اول، فیلم های دیگری که با عنوان دنباله های فیلم چاکی به شمار می رود مانند براید آف چاکی، کورس آف چاکی می باشد. موفقیت فیلم اول باعث شد
تا چاکی به یکی از محبوب ترین شخصیت های ترسناک تبدیل شود و دنباله های متعدد برای آن ساخته شود. از ازدواجش با عروس چاکی گرفته تا بازگشتش در نسخه های مدرن، هر فیلم چاکی را پیچیده‌تر و ترسناکتر کرده است. اما او تنها یک قاتل هم نیست، بلکه نمادی از ترس در دل فرهنگ پاپ شده است. خیلی خوب، ببینید چاکی در فرهنگ عامه چه نقشی دارد. چاکی نه تنها در سینما بلکه در سریال ها، بازی های ویدیویی و حتی دنیای اسباب بازی نیز ظاهر شده است. او از نمادهای ترسناک دهه 80 و 90 میلادی است و همچنان الهام بخش فیلمسازان و طرفداران ژانر وحشت میباشد. البته یک نکته را براتون بگویم، وقتی که این فیلم در بازار عرضه شد، یعنی در دهه 80 و 90 میلادی، وقتی که مردم این عروسک را میخریدن تجربه خوبی از این عروسک هم نداشتن. یعنی خیلی ها اعتقاد داشتن این عروسک واقعا یک حس ترسناک و حس پیچیدگی برای آنها میدهد. اما در آخر چرا چاکی همچنان ترسناک است؟ ببینید چاکی یک درس خیلی خیلی مهمم برای ما داده است. چاکی به ما نشان میدهد که ترس همیشه از جایی که انتظار نداریم ظاهر می شود. یک عروسک کوچک و بیگناه که به نمادی از وحشت و جنون تبدیل شده است. شاید راز ماندگاری او در همین تضاد نهفته باشد، اینکه چگونه یک چیز به ظاهر بی‌ضرر میتواند اینقدر مرگبار باشد. چه باش. خیلی خوب، این هم بود از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و همچنان یک چیزی در رابطه با این عروسک هم فهمیده باشید. ما غیر از این عروسک در رابطه با 3 تا عروسک دیگر هم صحبت کردیم که ویدیوهایش را لینکش براتون در همین دیسکریپشن قرار میدم که حتما آن ویدیوها را ببینید. خیلی ویدیوهای هیجانی و ترسناک است و آن عروسک ها هم واقعا داستانهای پیچیده دارند.